این سه در برای خانوادگان بهترین تحفه عیدانه در روز مادر و بانوان شد. آنها را هم نه مردی خاندان بلکه افرادی دست به خیر آورده نصب کردند. تا این وقت خانوادگان در او تیریزه نداشت. حالا مادر و دختر آینه های دری نو را تازه میکنند. آرزو میکنند که سال آینده هدیه نوبتی به آنها خانه حقیقی و خوبی باشد. آرزویی که چند عید می شود و عملی نمی گردد. تر نبود پرده بود لطه اینا تریزور بینه تریزور کلیون که هن دیگه پاک خیلی مورا نمی هشته مرده نمیشه پدر که کن مودا توفای بهترینه نیکی مو هم گفت دیگه پاکی مودا دم انتظاری از خونه خانوادگان را قوت زویروف مردی خاندان سال 1994 به دهه تبلای آورده است. او پیشتر در شهر کلاب زندگی میکرد. قوت زویروف با فرزندانش در این خانوادگان زندگی میکند. اول ما در شهر بودیم، در اداره بودیم، همونجا چی میکرد شرایط وضعی بود. سه در یک خونه خیلی گاگارین سه کلین سوز نمیگرفت. ما همونجا بعد گفتیم که خیلی جدو میشیم، هم اومدیم. دهها مدال و افتخارنامه برای کارهای نمونویش دارد. در بحث‌های مرزی با قرقیزستان همراهی همسفانش دعوت شده است. در شهرداری گفتند که به چنین افراد کمک کرده اند. از حساب مبلغ‌های بودجت محلی و اینچنین سهم سویپورون بعد این مراجعتشون برای 15 نفر کمک‌های مالیوی رسانیده شد. اما قوت زویروف برعکس توصیف‌های شهردار از تحفه گرفته‌اش انتقاد کرد. با گفته زویروف 25 کیلو آرد که به آنها داده اند قابل استفاده نبود. از نرسیدن کمک‌ها و وعده‌های خالی برای ساختمان خانه‌اش تا پرزیدنت نامه نوشته است. 25 کیلو آرد بوگینی من داده. با امر میگم که خیر همه خیلی داده، میگه شکرانه کنیم بخیر نمیرن. در پی نامه‌های بیشمار زویروف حکومت ناحیه مومن‌آباد به او کمک کرد. خود زویروف قائل است که برای ساختمان 25 خلطه ساروج یا سمنت گرفت. در حکومت مومن‌آباد گفتند که آنها راه‌هایی را جستجو دارند تا در ساختمان خانه او کمک کنند. $270 سومان نفقه میگیرد و گاه روزگارش را با دوختن پای ابزار میگذراند. یکی از دخترهایش معیوبی روی بستر است، دیگری فراشی میکند تا کمک رساند. پدری که به گفته اش 10 مدال بیفایده در پیش بر دارد تا کنون نتوانسته است برای خانم‌های خانه تحفه دلخواهی آنها را بگیرد. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه مومن‌آباد.